انا ایت دیگه جیگر انا می کوچه ها دوی مانه دیگه میته من میترسم خوش دارم که میترسم باشه قدم زنم درسته دیگه یار ما که روز من نمیگیریش که مخدا هستم بفهمی پیار تو می تو آدم سخگیریه بابا میگردم بدم نشم مادر رو نمیخورم خونه بدرشم راست داره میگی. پیزاله ایت هم خوبیت نداره دیگه کار کنم رمزو اینه چه کاره کجی اینا کینا ای بچه همسایه مانه کجی چی میگه چه کاره تو به روی هوا میپریدم به زمین پیدا کردم تو رمزو میگو بلیاد خدا 7 تا کتابچه پول چو 40 پولا خو نمیاری چی میگه چی اشاره بدی میکنی خاله جو مدرمه جون مدر نمیه نمزاد منه نمزاد منه بلیاد خدا همو پولا بیار 6 ماه میشه برا در ببوزی رو خوبه ما نمیکنی من به یک شاره بلیاد تو رو میفهمم چرا تو پولا خو نمیاری ما دادیم به تو بقدر دادی 7,000 7,000 چه نمیگیری رمزو خجالت کش شهرون کمکی تو داره دوست چند وقت میشه برو رو 6 ماه میشه خیلی خاله جو جیگر جون میه یعنی ماسفریش قده مانه بشکا ماسی بمون دال از این خاطر سوخت گرفت دقیقات میکشه بریم جیگر بریم میام باز هم من باش فروش تمرین بالو یا دیکنده تمرین بالو دوز کلاوندا با هست ما تو گرد میزنم والا ما خود نمزاد مقدم میزنم هرچی داری بکیشان خدا کن دیونه تو خاله پولا آمد بگیم بده خاله کجی یلا کو تور برا کجا پیدا بعد نمازو به خدا هنگی بری هنگی گوشی تور میبرو اینجوگا تال بازار که کرده چی بیای ببری و نمیدی خاله می بچی شمانه کی نخواد نمزاد مالا تو نمزاری نی همین بیا که بریم جیگر بیا که بریم بیا نمیده پولا ما هنگی گوشی بردیش تو خیلی نامردی بودی با ما خودتو حل گپ میزنم خیلی نامردی تو هم فکر نمیکنی آدم خود نمزاد خو میای و تعدیم میگردی بری بر تو میای اینجا پولا تو هم فکر نمیکنی باش پولا میده کندارا ببرو بودو شهرم کو حیا کو خجالت کش با ما خودتو گپ میزنم با میای بریم جیگر بریم جیگر بریم گوشی مری بری بر نکنه که بیام بعد کنترل بسته میکنم من به تو بگفتم سگه از این آدمایی که میفهمی که آدم زودی بیاقلی دیگه سودا نخرید بعد یک روزی همین مدام نیه جیگرمه شما میای شما میرسونی چی رقم جیگرمه ای گبنی آخی پیار از خود من رو حسابی بچه نازون اختیار نون خوردن خود نداره بچه نازونه دیگم که بدن خورده بسا خورده کنی میرم سعی نه خیره جیگر بقصی و نباش تو هی گفت بقصی و نباشد جمزون ما شاگلیشتنه خوبی کیه یه سلام علیک نداره خودتو بیا توی بر میگم خود تو رق همیدیگا ابرو تور ببرم چی گفت ما خدا خیر پیش کنه چی میگه به من به چیز بد نمیفهمم میگم پولا مر کی میدی میگم این کارا به درد من نمیخوره که تو اشاره بدی میگم پولا مر تو کی میدی بگو کی میدی 2 روز بعد میدی 3 روز بعد میدی امروز میدی صبح میدی کی میدی تو کی مسر میدونی تو بیا میدی جواب تربه دادم به زبان خوش گفتی ماما میمونی دادم گفتم همه دیکن فدای سر تو برین بدادم روغن بدادم مینو بدادم هم چیزی که دل تو میخواست گفتم این دیکن به اختیار تو وردیشتی برفتی گفتی هم 1 هفته چیش میارم یک ماه 4 روز میشه آخه من اینا میرم از شهر میارم پول میدم وقتی 10,000 روپیه میر بکنده کسی برفتی با ما جو بعد سه کنیم ما نمزاد ما خود منه شما هم یک سره میگه من فقط پولا شما بخوردم نوردم دست ما گیر بود نشد دیگه میارم میدم تا همین 3-4 روز میدم دیگه من رفتم ماما دیکو که به تو چی میگم دوباره من به دست سراتو نمیام همونطور که با خوبی جواب تو بدادم بیا باز که پولامت بیاری باز هم اعتبار داری میگم آره چندی داری نقده به کسی خوب با شما ما جنال نیه فعلا پیش من باز من میارم میدم به شما تو همین که میگردی پول به کسی تو نیه
واقعا شما فکر کنه آدم خود نامزاد خوبیش پول به کار نداره. قربان سر تو که تو پول نداری نمزاد خود چخ میگی چیکار کنی؟ خب خیره باشه حال خودی من بیام. زبیده آره ماما نامزاد زبیده ماما جو من پولا شما میارم یارش خیلی میاری میارم میدم پولا شما تو بیا اینجا صبر کنه که نامزاد تو که من تو بپرسم تو هم قول مهدی بدی به من که کی میاری ماما نامزاد مبرم میارم به پولا بلایی که مدم پولا شما رو میارم نامزاد مبرم زبیده بستکه ماما سکو جیگر سکو تو گریه نکو چوب کنه بعد مردم تیر میشن گریه نکو خو سکو تو من فقط میگم در نمیشم فرضا خور که خلاص کردی دیگه هر کس جلوی تو نگیری تو وقتی برات نکنه به دست او بابا کلکات شده پا حساب سر پوچ شده او بگم او هم به چی مادره خودی تو میره تو 100 نفر دیگه خرج بگیری تو که وقتی که چیزی نداری خرج نکن خیلی باش حال آدمی زد بی غرزه تو چوب کنه گریه نکو جگر خون نکو بیا برم لالا گرفتم بالاخره رمزون پیدا کردم لالا خودی نوزبات خوبیدن اون به یک سرعه و بغلی کردم اون بیا به مفتزر کردم اون به تمام شهر افغانستان بیاب کردم هرچی به کیسای بیر به جلو نمزادی بدر کردم هری لولو بوشی رنگی روگان بدیش تو بودتون تا پولا دکون ما رفازه ریپیر نبودی دیگه تو نبینو مرتا که کلاور داره دوست تو چلی نمیاری پولا ما اگر خودی امیت آدما امیت بیابی نکنی رسوایی نکنی این آدما پول نمیدم چند وقت میشه آخی خیلی وقت نه خود تو فکر کن چند وقت 7 کتابچه پر شد خراب شد فرسوده شد پتر کردی این همه پولا خونه آورد ندم خب اما این میبونه تا دخل دیکن تا پولا را آورد پولا را که آورد حساب پاکساف شد گوشی دکر میدون برای سیم کارتا و میموری دوت تا ندم دیگه اگر میشه که من بودم یا نبودم یک روپیه دیگه بازی به قرض نمیدم دل جمع باشین لالا های تو آدما دوپی به درد ما نمیخواد گردن و با کفن به گردن درد یک سخ دیگه نیایه به خدا نمیدون خب برو من دیگه میری تو خب برو شما میگویم من برو من کمی سودا استوندم برو من اگه باشه من باید چرخ چیزی بار کنم بیا بیارین که لالا بیخی با دیکن دیکن خیلی هم شده چیزی نیه برو بری ثابت من دیکن هست این شما خوبه دختر روبروی منزل ما آتش شده به جان و دل ما دختر روبروی منزل ما آتش شده به جان و دل ما مار افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا چشم در جب است گوشه چشم در جب است چشم در جب است گوشه چشم در جب است آکس که تو را بینه نمیره عجب است بلبل به قفس میانی آتش بلبل بسوزه قفس نسوزه عجب است بلبل بسوزه قفس نسوزه عجب است دختری روی منزل ما دختری روی منزل ما آتش شده به جان و دل ما نور افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه با
تبلچی بله بگو سماورچی. دل من و سر اولی تو که سال 12 دم 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 ایده پیایی تو خوب مشکنو یا میتونم تا ساعت میزنم که بولتای عباس کلی تو بیشه چند دفعه تو لیاز میکنم دیگه که من به خونه بیام دیگه تو نبینم که تبله بزنی یعنی به تو بگو که من حساب ندارم تو کتتر یا ایله مکتتر. تو کتتای مگر من نصیحت کنی من مگر تو نصیحت کنم که سال 12 دم دم از این مسئله نه. از این مسئله از این میگم که تو مر به تگوش میبینی که دم 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 دم. میزنم دیگه به جلو با تبله نزنی تاک به دست خودت کرونا کو به جلو می چند بدو گفتم که تبله دیگه ور ندارم که من حساب ندارم تو اعصاب ندید دیگه مردم اعصاب داره. حالا من دیگه هر چی که بگم حالا تو بس کنم بس میکنی وقتی برو وقتی کجا برم؟ وقتی برو داده برد و بیار وقتی کجا نکش مثل مرغ بری که مرغ در میکنه دونر میبینه مگه این چه خوبه. تو میته کار میکنی تو تارتوخ کنم سر تو مدام چخ کشم تو از اون تبله میزید بیدار نشدی که گفت بیدار شو لا تو هر جا میشه میته میکنی میری فهمت چپاتی و تو بزن دست پایین کو دیگه چند دفعه تو بگو خدا شری کی عقلیات میگیرم اون رو جواب بگو که عقلیات میگیری که ما بفهمم 3-4 روزی که قیامت بره. وقتی برو وقتی چنم رمضان که زن خورف برداشته ببرده من نوکر من ما شیوشه چری نمی خبر نداره که ما شیو نمیگذاریم که او به سر عزی بسته که با خدا بابا خبرش نی پست رمضان رو دادر میکنه. اگه تو دادر ورده نه یعنی تو 12 سال اینجا هست دیگه خود تو وقتی برو بیاره تو وقت برو بیاره وقتی گیر لگ مثلا انت کل ساعت درد بکن چند دقیقه دیگه صاف کنم تو وقتی مبارک باشه. وقتی دیگه به چوب کن تو صدا داره چوب کن. کی داره؟ آنه داده. از کی قرض داری؟ من قرض دارم میگم تو مات شما چی حرفه کنید تا من خونی رو رسیده 20 تا بچه‌له ما چند تا یکی میگه مریض بودی چه پولو من نمیدی یکی میگه روغن بودی چه پولو من نمیدی یکی میگه پول نه بودی چه پولو من نمیدی بابا بالا کنو حالا شما چند دقیقه اینجا بشینید که ما خودش اختیارتون که از امرا بیاده چی بیتو خود مکنه کیسی رو مرتکه رو در کن برو خود با کیسی مکنه و خود بگیریم پا چی اختلاف داری؟ رمضان یعنی میگه کلاورداره یکی دیگه چه مرتکه گوشه کیسی رو برو چره شواب کده که چبک زمان کمه بگم مثل روغن زد بری چی شو ریز میدی بگو گفت یادتو نره بگو هر گپ که تو به شوخی میگیری چاپ کن من میگم که گپ میزنم نه یکی میگه 9000 پیش با پلنج و روغن و چی برده؟ تازه چوب کن گردنم باز بشی یک مردگان که بدید خوب بگو بگه گیله گفتم گوشه که می دوبار تو تپایه گو ببین کشامه به گیله گو به گیله بردگی 4 کلاهیه گو دوبار ما یک کلاه داریم می 4 کلاه داده شما هر بار بمونده به دو خونه گفتم به خدا دیگه زندگیه در اتفاق زندگی میفته گذر ما دیگه یک دقیقه به در نمیشم هرچی هم که به شما زنگ میزنه اصلا دیگه خواهد بابا مرده تا این قرصا خود خلاص نکنه ما دیگه به اینجا خودی ازی نمیشم خودتون نره خودی ما بگرم بگیم بریو خب شما یک سنه میگیم غم نداره سویتون وقتی ما رو چکه ازی قاضی اول نره خودی اگه بابا خبرش میزنی که پست از سر میکنه خبر باش یک دفعه این خود کله گنده خودتار اجازه داده خدا برسی من این هسته که برات خورد دستی بدینیه این همون زبازی ده که سنجید و کنجید بگفتی آره می دست خودم اینجا بگذاری چه کار میشه که ما هر دمیته میکنی طرف من خوب شو میگه همین خوب شو بخی تیر بخور بخی سعی کن میفهمید دومات کلاهبر داره به نصیب ماشاءالله نره خواهده دیگه به جای اینجا گرده میه شما قلمه سیر میکنی روز اول سیر میکنی چون نفهمید سیکو چی دیگه بشوار تو خواهده میتی اگه اتفاق مفتا چه کار کنیم راه چیه بابا که فقط دارد پوله سیر نمیکنه که مثلا او دیگه به دختر رو بالا بفته که کله فندقی بشوار چیز نکن